سلام بچه‌ها، من امین هستم. به کانال یوتیوب ما خوش اومدید. من میخوام در مورد یکی از ارکان مهم توی آزمایشگاه براتون صحبت بکنم که از اون با نام کنترل کیفی یاد میشه. بچه‌ها شما چه دانشجو علوم آزمایشگاهی هستید یا هر رشته که وابسته به آزمایشگاه یا اصلا نه توی آزمایشگاه کار میکنید، قاعدتا با این اصطلاح زیاد برخورد کردید و زیاد هم برخورد خواهید کرد. چون تمام آزمایشگاه‌ها معمولاً انجام کارهاشون بر پایه کنترل کیفی داره شروع میشه. وقتی که وارد آزمایشگاه میشید، اصطلاحاتی در مورد کنترل کیفیت به گوشتون میخوره. اولین چیزی که به گوشتون میاد با نام تضمین کیفیته. بچه‌ها تمام فرآیندهایی که توی آزمایشگاه حین انجام آزمایش، قبل از انجام آزمایش و بعد از انجام آزمایش در بر میگیره، فعالیت‌ها رو بهش میگن در مورد تضمین کیفیت. پس اگه وارد آزمایشگاه شدید و به شما گفتن تضمین کیفیت ما اینجا داریم، یعنی تمام فرآیندهایی که منجر میشه به یک نتیجه ایدئال که دست بیمار میرسه با نام تضمین کیفیت بیان میشه. اما وقتی وارد بخش ها میشید، این ریز میشه، زیر مجموعش با نام کنترل کیفی یا IQC طبقه بندی میشه. IQC یا Internal Quality Control که معمولا به عنوان کنترل کیفی داخلی توی تمام آزمایشگاه بدون استثنا وجود داره. خود کنترل کیفی بچه‌ها دو دسته است، یا کنترل کیفی داخلیه یا کنترل کیفی خارجیه. مهمترین امر کنترل کیفی داخلیه که ما در موردش می‌خوایم صحبت بکنیم، اما یه گوشه ازش در موردش خدمتتون بگم. بچه‌ها معمولا تمام عزیزانی که وارد آزمایشگاه میشن و تو بخش‌های فنی خصوصا کار میکنن، همون ابتدای صبح معمولا قبل از اینکه دستگاه رو روشن کردن نمونه ای رو به دستگاه میدن و نتایج اون رو بررسی میکنن و این نمونه حاوی نتایج و محدوده مشخصیه که از طریق اون بررسی میشه تا ببینه آیا نتیجه ای که برای این تست به دستگاه دادن ایدئال بوده و یا اینکه اصلا اجازه دارن با دستگاه کار بکنن یا خیر، که تو ادامه بهتون میگم که این عمل هم چجوری حاصل میشه. مورد بعدی بچه‌ها کنترل کیفی خارجیه. معمولا توی جامعه آزمایشگاهی یه بعضی از شرکت‌ها هستن که مورد تایید وزارت بهداشت هم هستن، میان نمونه خاصی رو در اختیار آزمایشگاه قرار میدن و آزمایشگاه‌ها این نمونه خاص رو در موردش یه سری تست‌ها رو انجام میدن و به شرکت برمیگردونن و در نتیجه شرکت بازخوردی رو به آزمایشگاه اعلام میکنه که میتونید ببینید، مقایسه کنید خودتون رو با آزمایشگاه‌هایی که کنار شما هستن، کار میکنن، دستگاه‌های مشابه دارن، اونها این نمونه رو چطور جواب دادن و شما چقدر به نتیجه ایدئال نزدیک هستید. اما بچه‌ها کنترل کیفی چیه؟ ما که حالا اومدیم راجع به کنترل کیفی صحبت کردیم و گفتیم این کنترل کیفیه که شما در موردش میخواید صحبت بکنید توی آزمایشگاه خیلی مهمه. یه تعریف از کنترل کیفی بکنید. شاید هر کسی تعریفی داشته باشه، فقط شما در مورد کنترل کیفی دیدید. بچه‌ها هر عاملی که جلوگیری کنه از به وجود اومدن خطا با نام کنترل کیفی بیان میشه. پس کنترل کیفی مجموعه فرآیندهایی که به شما کمک میکنه تا خطا رو بشناسی، از اون جلوگیری کنی و پیشگیری بکنی. از این با نام کنترل کیفی بیان میشه. توی معنی لغوی ساده بچه‌ها، وقتی معنای لغوی ساده یک کلمه رو پیدا بکنید، راحت میتونید در مورد اون اطلاعات جمع بکنید، تفسیر بکنید و یاد بگیرید. پس متوجه شدیم که کنترل کیفی بچه‌ها یعنی هر عاملی که جلوگیری بکنه از خطا به عنوان کنترل کیفی انجام میشه. پس وقتی که در مورد خطا داریم صحبت میکنیم، این خطا تو آزمایشگاه به چند دسته تقسیم میشه و برای اینکه بچه‌ها شما بتونید این کنترل کیفی رو به درستی انجام بدید، در ابتدا به خاطر همین بود که بحث تضمین کیفیت رو کردن. یک سری از قسمت‌ها برمیگرده به قبل نمونه گیری و حین انجام آزمایش و بعد از انجام آزمایش. وقتی در مورد اینها صحبت میکنید بچه‌ها، همه اینها عواملیه که شما باید از اون ابتدا جلوی خطا رو بگیرید. همیشه بچه‌ها در مورد خطا در مورد بچه‌ها داخل آزمایشگاه صحبت کردن و کسی در مورد قبل از انجام آزمایش یا بعد از انجام آزمایش صحبت نکرده. بعضی از خطاها توی اون مرحله اتفاق میافتن. به خاطر همین میبینید که در ابتدا قبل از کنترل کیفی در مورد تضمین کیفیت صحبت کردم تا بدونید بچه‌ها برای جلوگیری از خطا اونها هم شامل میشه. بچه‌ها ما برای اینکه کنترل کیفی رو بتونیم جلو ببریم، ابتدا میام در مورد خطاش صحبت میکنم. خطا بچه‌ها تو آزمایشگاه به 3 دسته تقسیم بندی میشه: خطای قبل از انجام آزمایش، حین انجام آزمایش و بعد از انجام آزمایش. خطایی که قبل از انجام آزمایش میشه مثل پذیرش نسخه به اشتباه، نمونه گیری، زدن برچسب به اشتباه،
نمونه گیری از یه فرد با فامیلی مشابه، حین حمل نمونه، جابجایی نمونه، اینها بچه‌ها همه خطاهایی که ممکن اتفاق بیفته و تضمین کیفیت کارش اینه که با انجام دادن یه سری از قوانین و مقررات میاد جلوی اینها رو میگیره. اما زمانی که نمونه داخل میاد میتونه این خطا اتفاق بیفته حین انجام آزمایش که ما تمام مسیرهامون به سمت همین حین انجام آزمایش میره. اما خطاهایی که بعد از انجام آزمایش میاد مثل ثبت کردن، گزارش کردنش، تفسیر کردنش، همه این هم خطاهایی که بعد از انجام آزمایش به وجود میاد و میتونه برای شما و میتونه باعث ایجاد آسیب توی انجام کار شما باشه. پس در نتیجه میگیریم بچه‌ها کنترل کیفی یعنی به ایدئال رسیدن توی آزمایشگاه. ما تو ادامه بچه‌ها در مورد کنترل کیفی خیلی صحبت می‌خوایم بکنیم. از این به بعد تمام کنترل کیفی ما حین انجام آزمایشه. بعضی از اصطلاحات، داده‌ها و تفسیرها رو براتون بیان می‌کنیم. در مورد خطاهاش صحبت می‌کنیم که خطاهای مجاز و خطاهای سیستماتیک چیه. در مورد SD، CV و میانگین صحبت می‌کنیم. همچنین بچه‌ها در مورد روش‌های کنترل کیفی صحبت می‌کنیم که کنترل کیفی تو آزمایشگاه به چه سبکی و به چه سبک انجام میشه و کنترل کیفی توی هر بخش شامل چه چیزهایی هستش و شما توی این بخش ها چجوری باید اینها رو انجام بدید. در ضمن بچه‌ها خدمتتون عرض میکنم که اگر میخواید من در مورد موضوعی صحبت بکنم یا بحث بکنیم با هم میتونید توی برای من کامنت بذارید و بنویسید و درخواست کنید. ببینید بچه‌ها بگید در مورد کنترل کیفی توی بخش بیوشیمی در مورد این نکته توضیح بدید، یا اصلا وقتی خطای سیستماتیک اتفاق میفته ما باید چیکار بکنیم. هر سوالی که راجع به کنترل کیفی دارید بچه‌ها از من بپرسید تا بتونم براتون توی یه گوشه‌ای در قسمت هنگام ضبط براتون توضیح بدم. اما ما بچه‌ها در مورد کنترل کیفی به ترتیب جلو میریم و کنترل کیفی رو توی بخش‌ها شروع می‌کنیم و در مورد اصطلاحات توضیح میدیم و وارد هر بخش میشیم و در موردش توضیحاتی رو ارائه میدیم. پس یادتون باشه ما رو دنبال بکنید.